استاد فعال نشد. فعال شد. باشه فعال شد. فعال شد. این دفعه بهتر شد. یه نقدینگی هم از این بالا جمع کرده. حالا اگه تیپمون رو بده خوبه. استاد کانال گذاشته بودین یه دونه ویدیو، این چی بودین سمه؟ سم بودی. این یه استاپ بخوره 1 سال بعد کار کنه تا دوباره برگرده حساب سر جاش. استاد چه سبکی اون، چه استراتژی، چی هست، چه بندرآوردی دیگه جوریه؟ بابا. 100 پیپ اول استاپ استاپو میذاره، میذاری یه ذره بالا ریسکیری میکنی. بعد 10 پیپ میگیری. ها دیگه الان بقیه پستاش هم نگاه کردم، بقیه‌شون هم همینجوری بود. چه مدلی آخه اصلا من آدم میبینه بخنده آه. گریه کنه چیکار کنه. بله آقا سجاد، اگه پوزیشن قبلی تیپی شده بود که الان لایف تموم بود. تیپی یکم گرفته بودیم تموم بود لایف. این بلاکی تو راهشه داره اذیت میکنه. همین اکسپرت هم یکی میگه من تیپیستم، صبر کن استاد. با اکسپرت دیگه نمیشه واقعا تیپی سه باشی. اینا میشه انجام میدن. با این اکسپرتی که موقعی طراحی کرده، یعنی اگه خدایی یه نفر رو پراپ بزنه یا چیز کنه قشنگ کپی تریت فعال میشه ها، قشنگ. انشالله که کسی برم. خیلی کار راحت کرده اکسپرت. میزنی قشنگ همه چی تنظیم، مثلا میشه سیستم خاموش کرده رفت، چون خودش قشنگ ریسکویری میکنه، خودش تیپی رو همه چیز سته دیگه. اگه ظرفا هم میشد خیلی خوب میشه. نونم میخره تازه. استاد من با این استراتژی یه هفته ای از دمو میزنم، اون 1 ماه برایندش رو در بیارم، بعدم طوری حساب اصلی بزنم. من بک تستش رو گرفتم، اصلا چیزی به عنوان ضرر ماهیانه نداره. حساب اصلی هم بزنم. دیگه دست خودت، من دارم میزنم. استاد من رو پوندم تست کردم جواب میده. پوند اسپردش زیاده. یک ماه. آها. هرچی اسپردش کمتر باشه بهتره، چون شاید اسپردت واید میشه زودتر ورودت فعال میکنه دیگه. اینش بده. یورو از همه اسپردش کمتر. صدای آیتوبچی اومد، کندل سلطنتی زد. دقیقاً. سلام استاد، وقتت بخیر. خوبی؟ سلام عرض شد. آقای مقیم خدا خیرت بده مقیم. واقعا. زنده باشی، سلامت واقعا باشی دمت گرم. استاد. سلامت باشی استاد. ما در قبال کاری که شما انجام نه میدی خیلی، کار ما اصلا هیچه. خیلی عالیه، خیلی. سلامت باشی استاد. یه چیزی رو فرمودید الان توی لایف، من خودم تازه از خواب بیدار شدم. بعد الان صدا تو شنیدم، یه چیزی رو گفتی که بخواب سیستم رو ببندیم بره. این اکسپرت باید روی سیستم روشن باشه که اون ریسک چیز رو انجام بده ها. آره، یه منظورم وقت از پای نذارم سیستم برن. میتونیم بلند شیم. ولی خب بالاخره اون جابجایی استاپ رو حتما باید سیستم روشن باشه که بتونه انجامش بده. عذرخواهی میکنم استاد. اذیت میکنه امروز. سلام استاد، مرحله اثبات شدن. دقیقاً. یعنی من نمیدونم، من هرچی بک تست گرفتم 1 دقیقه نشد زد تیپی رو. الان تو پوزیشن ورود میزنی میچرخه همینجوری. الان یکی از بچه‌ها میاد میگه مثلا کندل 6 ماه داره کلوز میده، آخراش دیگه بازار ریخته به هم. کسی نیست یه دلیلی پیدا کنه. استاد احتمالا آیتوبچی بای گرفته. آیتوبچی ببند پوزیشن ها. احتمالاً دیگه من خودم هم نمیدونم چند چی گرفتم دیگه. کندلای تو رو میزنه آیتوبچی. اینا کندلای ضد سلطنتی میزنه. سلام، خسته نباشید. سلام آقا مصطفی میراب جان. حالت خوب استاد؟ سلامت باشی. میگم بگیر مشین و پوزیشن رو.
استاپ نزدیکتر شده خوبه دیگه. دیگه شانست اگه همینجا برگرد رو تیپی ما فکر کنم میشه تیپی 4. سلام استاد، خسته نباشی. سلام عرض. این پولبک همون کندل آخوندی است دیروزه، نمیدونم والا. چون اونطوری که نگاه کردم روند 4 ساعته این خط روند رو شکونده سعودی رو. فکر کنم پولبکش کار باشه. نمی کنیم ولی امیدوارم بریزه. استاد اسامی اختصاصی رو حال میکنی؟ آخه یه کندلی زد. استاد الان شادو میکنی. بعد تو دورتون یه توضیحاتی هم بده کندل آخوندی چیه، سلطنتی دقیقا چیه، اینا اینا باید اضافه همه کنی. متوجه بشن تو بعد پینش کنیم. نگو که آقا آقای تو چی مصطفی استاد اینا شمایی؟ برای توپچی اینا مختص خودتونه، باید تو پیجتون چیز کنید دیگه بذارید. آقای توپچی دیگه کم کم باید دوره ضبط کنه دیگه. استاد من اون بالا گرفتم. دمت گرم. یعنی آقا مصطفی یکی از خوش شانس ترین بچه‌های لایف دارید. ما کوچیک هم هست. سلام استاد، ببخشید یه سوال داشتم. بفرمایید. این تو بروکر کپیتال این حساب ایسین و ایسین پرو اینا کمیسیون ها با هم دیگه فرق داره یا همه ECN یک که فکر کنم کمیسیون؟ کمیسیون نداره، به جاش یه عالم اسپرد داره. ECN اسپرد نداره، کمیسیون داره. ECN پرو. آها. ECN پرو بعد ما بگیریم. خودم هم ایسین پرو مطابق حسابم $100 بعد هر معامله تقریبا یه $2.5 چیز کمیسیونش، یعنی تقریبا هر 3 تا 4 تا یه تیپی یک کمیسیون میره. من اون روز حساب کردم تقریبا بعد 10% سودتون بشه کمیسیونتون. نه حالا بگو 15% دیگه بیشتر نباید بشه. فقط بعضی وقتا که مثلا یه اتفاق بدی میافته، مثلا 3 تا معامله تو یه روز بزنیم یا مثلا 2 تا معامله تو یه روز بزنیم، کمیسیون بیشتر میشه. ولی اگه بیافتیم رو چرخه سوددهی که معامله اول تیپی بشه، خب ما تعداد معاملات کمیسیون میبره بالا دیگه. اونجوری حسابش کردم تقریبا 10 الی 15% از سودتون باید بشه کمیسیون. یه کار دیگه هم میشه کرد، مثلا به جای تیپی 2 مثلا تیپی 2/20 مثلا بذاریم. اینجوری هم میشه باز کمیسیون رو در آورد. من باید استاد این کمیسیونه رو ایسین پرو هم هست؟ کمیسیون اصلا رو ایسین پرو دیگه. بروکرها یا از کمیسیون پول در میرن یا از اسپرد. بروکر مثلا بروکر میگه کمیسیونش کمه، مثلا میگه لاتی $4 میری میبینی یه ذره اسپردش بالاتره. اوکی، یا رو کمیسیون یا رو اسپرد. مثلا ممکنه بروکری اصلا لاتی $8 بگیره ولی واقعا ولی اسپردش 0 باشه. هر بروکری یه جوری اینو داره بازاریابیش میکنه. تیپی یک رو زد استاد. بله تیپی 1 زد. که هی میاد زیر کفاش شادو میزنه واقعا خیلی بده. بهش میگن جمع‌آوری نقدینگی، اصلا خیلی چیز بدیه. استاد انگار داره نقدینگی جمع میکنه بره بالا. آفرین. استاپ ما رو اینجا هم یه گپیه، اصلا خیلی خطرناکه. فقط محدوده کلوز میداد خوب بود. آقای میراب الان شما باید تیپی 2 خورده باشه و بری خونه دیگه. تمام. استاد من همون پایین کلوزش کردم. خیلی دست شما در خدا نکنه. حافظ شما. خداحافظ. ممنونم، لطف کردید. همین مارکت دیگه، نه بشینی همین سودتو خراب کنی دیگه. خدا حافظ. استاد خواب میمونی بیشتر از همه سود کنی، روزی واقعا. زودتر از همه برسه. آقا نوش جان. میومد نقدینگی 15 دقیقه رو جمع میکرد خیلی خوب. اگه 2 پیپ میومد پایینم خوب بود.
خود تیپی میخورد. حالا کلا تیپیمون 4 پیپی دیگه 5 پیپی. بچه 100% پوزیشن استاپ میشه. فرمی که اومده پایین خیلی بده. استاد ما الان باید دنبال کندل آخوندی باشیم، درسته؟ در اصل باید دنبال کندل سلطنتی باشین، کندلای قوی که میان پایین. به نفعمون بیاد پایین میشه سلطنتی، به ضرر بیاد میشه آخوندی. اصلا من فکر کردم بیاد پایین میشه آخوندی کلا. توپچی گذاشته اسم روش، بعد رو نماد پوندم بعد حتما کندلا زده بشه، یعنی اصل سلطنتی او بره. درست. حالا ببینم مکتی و آرسایش دارن میان رو به پایین ولی خودش نمیاد. هر خودش اومد اونا هم تغییر میکنن، کلا هم اینجوریه. اسیلاتورها یکم عقبن. استاد در مورد کمیسیون صحبت کنین میریزه. میخواین دوباره سوال بپرسم از کمیسیون؟ هیچی اهمیت نمیده. آره بپرس. استاد استاپ بشه دیگه ترید آخرمونه. ترید آخر بعد. این دیگه واقعا آخوندیه. بله خسته نباشید. خسته نباشید. استاد الان استاپ من نمی‌ذارم.